این فیلم رو ببینید، از خاطرات ارتشبد فردوس که درباره دزدی‌ها و چپاول‌ها اینا بعد از انقلاب داره تعریف میکنه. فساد در حد اکثر متصور بود، به نحوی که من به عنوان خب رئیس بازرسی دیدم اگه قرار باشد که به تمام چپاولگری‌ها رسیدگی بکنم باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشم که اینا هم دائما فعال باشن. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپاول کرده این رسیدگی کنید. تازه همین 3750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود. میگه ببین انقدر حجم دزدی‌ها زیاد بود که من اگه می‌خواستم به عنوان بازرس اینا رو می‌خواستم، وظیفه‌م بود که بازرسی کنم، دیدم که همشون رو بخوام که اصلا 10,000 تا نیرو می‌خوام 24 ساعته کار کنن. فقط اونایی که بالای 100 میلیون دزدیده بودن رو شروع کردن بررسی کردن، 3700 تا پرونده شد. اصلا ببین زیر 100 میلیون رو نمیشد، توانش نبوده که دیگه خواهن بررسیش کنن. اون بالای 100 میلیون فقط دیگه انقدر بردن که این بوده وضعیت. بعد حالا 100 میلیون دهه 50 حقوق بوده مثلا 1000 تومان.